سلام به روی ماه همگیتون بچه ها. امیدوارم که حال تک تکتون عالی باشه. بچه ها امروز قراره با هم دیگه یه مرغ فوق‌العاده درست بکنیم. این سس رو من اونجوری که توی ذهنم بود درستش کردم و طعم بی‌نظیری داشت و همینطور رنگ بسیار زیبایی داشت. به خاطر همین اومدم این دستور رو باهاتون به اشتراک بذارم که شما هم یه مرغ متفاوت توی خونه درست بکنید و از رنگ و لعابش و طعمش لذت ببرید. اگر هم که دوست داشتید میتونید این سس رو توی یک مقداری درست بکنید تا زمانی که آلو نیست بتونید از این سس استفاده بکنید. بنابراین همراه من باشید، لایک و کامنت یادتون نره اصلا، که با هم دیگه این غذای فوق‌العاده رو درست کنیم. بریم که بسازیمش. سلام. امروز قراره با هم یه مرغ خاص و ویژه مخصوص خودم درست بکنیم. ترکیب ادویه رو بهتون میگم: زردچوبه، ادویه انبه، زنجفیل، پودر سیر، نمک، زعفرون. بچه‌ها نمک تو زبان ترکی میشه دوز، اینم که فلفل سیاه میشه گربی بای. آموزش ترکی گذاشتم براتون. یه ذره فلفل سیاه میسابم اینجا. میریم که با هم درستش کنیم. خیلی ویژه و خاصه اونایی که عاشق طعم‌های ملز هستن دیگه این مرغ یعنی دلخواهشونه. ببینیم چی داریم اینجا. رون مرغ داریم و فلفل دلمه‌ای و پیاز و هویج، سیر. میریم برای درست کردنش. هویج، کمی روغن داخل ظرفم ریختم، پیاز و فلفل دلمه‌ای و این سیرهامون رو همه رو میریزیم تا تفت بخوره. به این صورت که در اومد و پیازها کمی سبک شد، در واقع بهش مرغ ها رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا تفت بخوره. بچه ها توجه کنید، من نمیخوام خیلی مرغام سرخ بشه، فقط میخوام رنگش عوض بشه و بعد اون رو برمیگردونم طرف دیگهش هم رنگش که عوض شد ادویه ها رو بهش اضافه میکنم. همینجوری که توی تصویر میبینید به این صورت، یعنی یک مقدار کمی فقط اجازه میدیم تا رنگ مرغ ها عوض بشه. حالا ادویه هامون رو بهش اضافه میکنیم. ادویه هامون رو بهتون گفتم که چیا هستش، بهش اضافه میکنیم و زیر و روشون میکنیم تا کل این موادی که داریم به این ادویه ها آغشته بشه و بعدش با ادویه ها هم یک کمی کوچولو تفت بخوره. توجه کنید، چون من رون مرغ درست کردم، بعد از اینکه کامل اینا تفت خورد زیرش رو شعله رو کم بکنید و یک مقدار کمی بهش آب اضافه کنید و اجازه بدید تا بپزه، چون این آب خیلی زیادی خودش نداره پس بده. بنابراین یه کوچولو بهش آب اضافه میکنیم. آب رو اضافه میکنیم و دربش رو میذاریم و اجازه میدیم تا بپزه. تو این سالها بچه‌ها نزدیک به 7-8 سال فکر کنم از این که ظرفتون رو چرب کردید، من کته قالبی میخوام درست کنم و برنجم رو در واقع گذاشتم و پخته، آبش رو کشیده اما مرحله دم کشیدنش هنوز مونده. آلوها رو کف ظرفم میچینم و از کته زعفرونی که یک مقداری درست کردم ته قالبم میذارم، چون میخوام رنگ زرد رو داشته باشه. و توجه بکنید توی درست کردن این نوع کته ها بچه ها شما باید یک مقداری برنج ها رو به هم فشار بدید تا اینا به هم بچسبه. دقت کنید توی برنج آبکشی اونجوری که دوست دارید اینا از قالب در نمیاد، چون همه لعاب برنج رفته دیگه. در واقع این لعابش هست که باعث چسبندگی میشه. پس باید هم برنجتون یکم لعاب داشته باشه و هم این که وقتی دارید این کار رو انجام میدید یک کوچولو فشار بدید تا همه برنج ها به هم بچسبه و از قالب راحت تر در بیاد و شکلش هم به هم نریزه. همجوری ادامه بدید تا ظرفتون پر بشه. سر مرغمون میزنیم، آبش قشنگ غلیظ شده ولی من میخوام که کاملا آبش رو بکشه، چون
این مرغ با یه سس دیگه میخوام سرو کنم ولی هنوز کامل نپخته. میذارم تا به پختش ادامه بده و آبشو کاملا بکشه، یه جورایی توی اون مواد اولیه‌ای که تفت دادیم شروع بکنه به سرخ شدن. وقتی به این مرحله رسید دیگه کافیه، پخته. برای درست کردن سس آلوها رو داخل ظرفی بریزید و حالا من آلوها رو داخل یخچال داشتم، کمی آب آلوبالو بهش اضافه بکنید و اندازه قاشق غذاخوری شکر و نصف قاشق غذاخوری نمک بهش اضافه بکنید و بذارید روی اجاق تا کامل بپزه، همینجوری که توی تصویر میبینید. وقتی کاملا پخته شد و هسته هاش ازش جدا شد، من یه قاشق غذاخوری بهش رب انار اضافه کردم. وقتی رب انار رو اضافه کردید شروع بکنید به هم زدن و اجازه بدید بازم بپزه تا مزه ها با هم مخلوط بشه. کمی فلفل سیاه، در صورتی که بالانس طعمش به شیرینی میزد و دوست داشتید ملس باشه کمی نمک باز هم اضافه کنید و یک کمی سرکه. بعد داخل ظرفی بریزید و صافش کنید و آماده است. غذام سرو کنم به این صورت، همینجوری که میبینید مرغ‌ها رو آغشته بهش میکنم و میذارم داخل ظرفم. سس آلو، انار و چاشنی‌هایی که بهش اضافه کردیم. همینجوری این کار رو ادامه میدم و اون سس رو کنارش هم سرو میکنم به این صورت. پیازچه‌هاتون رو بریزید، یه رنگ سبز بهش بدید، به رنگ بندیش کمک میکنه، زیباترش میکنه. باز از سسمون که کنارش سرو میکنم. مرغ با سس آلو و انار.